امروز 28 مای است و چون همیشه در همین ساعت برنامه اخباری آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، در 15 دقیقه نزدیک این و دیگر موضوعها را داریم. از رهبرشان از لهستان دستور می‌گرفتند. FSB روسیه اصرار می‌ورزد که 7 مهاجر را با گمان عضویت در سازمان تروریستی بازداشت کردند. این گونه ازدیام‌ها در فرودگاه‌های روسیه زیادتر می‌شود. ترتیب نوی ورود به این کشور از 30 ایون امسال حکم اجرا می‌گیرد. من تخمین میکنم که حتما روادید فروشی می‌شود. در روسیه به فساد نمی‌شود. و باستانشناسان در جنوب تاجیکستان اشیاء قدیمی را یافتند که پیروی دین بودایی بودن مردم آن زمان را نشان می‌دهد. دوره‌های پیش از مسلمانی این شوخی نیست. значит شورته‌پای ما هم دوره را در بر می‌گیرد. مقامات روسیه میگویند در شهر نیژنی نوفگراد 7 نفر را با گمان عضویت در سازمان تروریستی بازداشت کردند. FSB و یا خدمات امنیتی فدرالی روز 27 می گفت که همه آنها زادگان یکی از کشورهای آسیای مرکزی میباشند که گویا با پنهان کردن غایه‌های تروریستی میان مهاجران صف اعضای سازمان خود را از حساب آنها زیاد میکردند. نام هیچ یکی از سازمان‌های تروریستی در این خبر نآمده است. خدمات مذکور با نشر ویدیویی از جریان بازداشت گمانبران گفته است که این گروه افراطیان با دستور رهبرشان از پولشا و یا لهستان عمل می‌کردند. خدمات امنیتی فدرالی بر ضد 2 نفر از بازداشت شدگان پرونده جنایتی باز کرده است و دادگاه امر داده است که آنها تا زمان انجام تحقیق پرونده و تا 19 ایول در بازداشتگاه بمانند. 5 نفر باقی مانده را از روسیه اخراج می‌کنند. شهروندی این افراد را آشکار نکردند، ولی در ویدیو سندها از جمله شناسنامه دیده می شود که ظاهراً عین شناسنامه ازبکستان است. حامیان حقوق و مهاجران بعضاً به درستی این گونه بازداشت‌ها و اتهامات مقامات تفتیشاتی روسیه با شبهه می‌نگرند و میگویند گاه چنین عملیات با هدف وانمود کردن مبارزه نیروهای انتظامی روسیه با تروریسم صحنه‌سازی می‌شوند. در ادامه موضوع روسیه از 30 ایون امسال ورود به خاک روسیه بدون QR کد غیر امکان می شود. تغییر مقررات سفر به روسیه بیشک به سفر صدها هزار مهاجر کاری از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تاثیر می‌گذارد. بر اساس قاعده‌های نو مهاجران عازم روسیه باید 72 ساعت پیشتر از ورود درباره هدف سفر و یا اقامت در روسیه در زمینه موبیلی گوسوسلوگی روایدی معلومات و عکس خود را وارد کنند. اگر درخواست آنها قبول شود و برای سفرشان مانعی نباشد، به آنها در همین زمینه QR کد می‌فرستند که مهاجر باید آن را هنگام تفتیش سندها در مرز نشان بدهد. به باور مقامات روسیه قاعده نو کاری گذرگاه‌ها را آسان و کمتر و در آشکار کردن مهاجران غیرقانونی مساعدت خواهد کرد. حامی حقوق مهاجران والنتینا چوپیک میگوید که قاعده‌های نو عین جاری کردن نظام روادید و یا ویزا میباشد. Это означает фактически упрощенный визовый режим. این در اصل نظام ساده روادید است. گرفتن روادید الکترونی واقعی 3 روز پیش از ورود برای مهاجران این چی معنا خواهد داشت؟ یعنی اگر آنها حق سفر به روسیه را نداشته باشند، پیشکی خبردار می شوند. خوبیش در آن است که وقتی خود را تلف نمی کنند، اما از طرف دیگر وقتی جواب رد می گیرند از آن شکایت برده نمی توانند، زیرا درباره منع بودن سفرشان آگاهی نامه ندارند و سبب رد شدن درخواستشان را هم نخواهند فهمید. Потому что у них не будет уведомления о запрете, не могут понять, до чего они не въехали. مقامات کشورهای آسیای مرکزی به آگاه نمودن شهروندانشان از قاعده‌های نوی سفر به روسیه آغاز کردند. با وجود این به باور والنتینا چوپیک پس از 30 ایون مقررات نو مشکل‌ها را پیش می‌آورد. Я предполагаю, что начнется обязательно торговля в من تخمین میکنم که حتما روادید فروشی می شود. در روسیه به فساد نمی شود. این پرزور کردن رسمیات مأموری است. سخت کردن رسمیات همیشه نظارت را شدت می بخشد. قاعده نو می تواند پیش از وارد شدن به روسیه سبب تلاطم و ازدحام زیاد در مرز شود. حالا در گذرگاه‌های مرزی زمینی و فرودگاه‌ها ازدحام جای دارد. اکنون چنین وضعیت پیش از سفر به وجود خواهد آمد. Это будет столкновение до выезда.
این نگرانی ها نیز وجود دارد که ندانستن زبان روسی برای عده‌ای از مهاجران میتواند باعث با اشتباه پر کردن معلومات در زمینه گوسوسلوگی روایدی و در نتیجه راه نیافتن آنها به روسیه شود. طلبات گرفتن QR کد برای ورود به روسیه تا 30 ایون سال 2026 پیش بینی شده است. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. کیت کیلوگ نماینده ویژه پرزیدنت آمریکا گفت ملاقات احتمالی پرزیدنتان آمریکا، اوکراین و روسیه میتواند در شهر ژنو شویتزاریا برپا شود. در این باره کیلوگ در صحبتش با تلویزیون فوکس نیوز خبر داد. کیلوگ گفت که آمریکا علاقه از جانب اوکراین سندی را با فهرست شرط‌های آتش‌بس به دست آورد و عین چنین سند را از روسیه منتظر میباشد. و دیگر خبر این است که حکومت آمریکا به سفارت‌های کشور در خارج دستور داده است که تعیین وقت مصاحبه با دانشجویان خواهان تحصیل در آمریکا و دادن روادید به دانشجویانی را که بر اساس برنامه‌های مبادله به این کشور می‌روند قطع کند. از تاجیکستان هم سالانه 10 نفر برای تحصیل به آمریکا می‌روند. گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم شما می‌کند. دستور مذکور در یک مکاتبه داخلی حکومت ایالات متحده با سفارت هاست که خبرگزاری ها از جمله رویترز هم آن را دیده است. در این سند همچنین آمده است که وزارت کارهای خارجه در حال بررسی صحیفه های دانشجویان خارجی در شبکه‌های اجتماعی می باشد. این یکی دیگر از اقدام های دولت ترامپ برای تطبیق سیاست های سخت مهاجرت در آمریکا است که تعداد از دانشجویان خارجی را از کشور خارج کرد و یا ویزاهایشان را به اعتبار ساخت. هفته گذشته حکومت آمریکا دانشگاه هاروارد را از حق قبول دانشجویان خارجی محروم ساخت. در این دانشگاه معتبر 6800 نفر خارجی تحصیل می‌کنند و 27% شماره عمومی دانشجویان هاروارد را تشکیل می‌دهند. روز سه‌شنبه چند صد نفر از اعتراضگران از جمله دانشجویان و استادان دانشگاه هاروارد با نشان حمایت از دانشجویان خارجی در قرارگاه دانشگاه در کمبریج جمع آمدند. ما اینجا برای آن ایستاده‌ایم تا بگوییم که دانشجویان خارجی هم درس‌ها، هم سبق و دوستان ما هستند. در مکاتبه حکومتی مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا گفته است دیگر به مراجعه کنندگان ویزای دانشجویی و مبادلوی وقتی مصاحبه در سفارت داده نشود. او همچنین گفته است وزارت نقشه دارد دستور نوی را برای بررسی صحیفه‌های درخواست کنندگان ویزا در شبکه‌های اجتماعی صادر نماید. یک مقام بلندپایه وزارت صحیح بودن مکاتبه را تصدیق کرده است. مقامات حکومت ترامپ گفتند که دارندگان ویزای دانشجویی و گرین کارت به سبب پشتیبانی از فلسطینی‌ها و انتقاد از رفتار اسرائیل در جنگ غزه ممکن است از کشور خارج کرده شوند. دولت اقدامات آنها را تهدید به سیاست خارجی ایالات متحده دانسته و آنها را جانبدار حماس معرفی کرده است. منتقدان میگویند که رفتار حکومت زیر پا کردن حق آزادی سخن است که کنستیتوسیون آمریکا به همه کفالت داده است. اگر عمر وفا میکرد روز 29 مای کارگردان معروف سینما بختیار خداینظرов 60 ساله میشد. او 10 سال پیش در برلین در اوج کمالات ایجادی در سن 49 سالگی درگذشت، ولی در همین عمر کوتاه توانست یک تحولات جدی در فیلم تاجیک برپا کند. منقدان میگویند بختیار خداینظرов سبک سینماسازی خود را ساخت. به مناسبت این سنه همکاران ما در رادیو آزادی یک فیلم مستند درباره هنر بختیار خداینظرов آماده کردند که پارچه از آن را پیشنهاد شما میکنه. زمانی که جنگ ادامه داشت مشکلی بزرگی نان وجود داشت. وقتی که فیلمبرداری قاش به قاش را شروع کردیم بختیار به من امر داد رفت کارخانه نانپزی و برای هر یک کارمند گروه 2 یا 3 نان بیار. او به من به لس آنجلس زنگ میزد و میگفت ایرکلی ما به نوارگیری روانه هستیم. میدانستم که تا نقطه نوارگیری تقریباً 40 دقیقه مسافه بود. تا به موضع رسیدن همین صحنه را نویس، زیرا او همیشه ایمپرویزاسیون یا خود بداهه‌سازی میکرد. من البته در غضب بودم. 3 شب من باید با او از دیگر کنار دنیا پارچه فیلمنامه را فرستم.
کاش در وطن میموند، کاش این بحثایی که شنیدیم نمیشد، مثلا از هیچ کسی قهر نمیکرد، با هیچ کسی جنجال نمیکرد. برای من جوان و برای ده ها جوان دیگری فیلمساز البته خوب بود که همین یک فاصله خالی بینمون نمیموند. Конечно, не хватает сейчас нам Бахтика. البته جای بختیار خالی است. او ما را صاحب کار کرد. او را تمام جهان میشناخت و توسط او ما را شناختند. باور میکنید من قریب هر روز انتظار زنگ بختیار هستم. او هر شب و هر روز به من زنگ میزد وقتی همراه کار میکردیم. حالا او با ما نیست. بینندگان عزیز، فیلم مستند رادیو آزادی تحت عنوان پسر آفتابی تاجیکستان را میتوانید در وبسایت ما تماشا کنید. باستانشناسان در یکی از گوشه‌های جنوبی تاجیکستان اشیاء قدیمی را پیدا کردند که نشان می‌دهد در قلمروی کشور در آن زمان مردم پیروی دین بودایی بودند. حفریات در نوع فرخاری ادامه دارد که به گفته باستانشناسان ممکن است زیر آن یک زمان شهرک یا محله بزرگ بود. محمود جان رحمتزاده به اینجا رفت تا بازیافته را به ما و شما هم نشان بدهد. باستانشناسان در جریان حفریات در محل ارتباط ناحیه فرخار جسدهای نسبتا سالم را از عمق 3 متری زیر خاک کشف کرده اند. با اطلاع مسئولین، کاوش‌های باستانشناسی در این منطقه از اول ماه می سال روان آغاز گردیده تا حال ادامه دارد. گروه متخصصان از تاجیکستان، روسیه و ایتالیا در این پژوهش صحرایی شرکت دارند. در نتیجه این همکاری‌های علمی یک قطار بازیافت‌های نادر از دوران عصر برنج آشکار شده اند. از جمله گوشوار طلایی، کوزه‌های کلالگری، سنگ‌های قیمت‌بها و یک کوزه غیرعادی. در نتیجه همکاری بسیار بازیافت‌های نادر پیدا شد، از جمله گوشوار طلایی میده، یک چند تا کلال، یک چند تا سنگ‌های قیمت‌بها و یک کوزه‌چه بهترین به همتا. مکان کافتوکاو حالا یک گورستانی محلی می باشد. با گفته باستانشناسان در زیر این قبرستان باقی مانده های یک منطقه با شکوه تاریخی نهفتند که شاید تاریخ چند هزار ساله داشته باشد. حالا بیشتری مکان های تاریخی مثل ارتباط به قبرستان ساکنان تبدیل یافته است. این نیم پیکره خردی بودا هم از مکان تاریخی شورتپه یافت شده است. حالا در آثارخانه فرخار نگهداری می شود. باستانشناسان باور دارند که این بازیافت به دوره‌های پیش از اسلام احتمالاً به 1000 ساله اول تا میلاد تعلق دارد. این اگه نگاه کنی بودایی میدونی تاریخی دوره‌های پیش از مسلمانی این شوخی نیست. значит شورتپای ما هم دوره را در بر میگیره. مثال میگیریم نگاه که چه بودوچای مثال بارلیف نیخشرو ماگه نه ای کلال. آخران کاوش باستانشناسی در فرخار سال 2021 صورت گرفت، اما به سبب پاندمی کووید 19 مدت قطع شد. حالا پس از رفع محدودیت ها مقامات 3 مکان تاریخی را تماشتپه، زولیزر و کاروانسرای دهن آبی طاهر را برای ثبت نام به یونسکو پیشنهاد کردند. 3 جای اساسی که به یونسکو داخل شدند این یکیش تماشتپه است، یکیش زولیزر است و یکیش کاروانسرای دهن آبی طاهر. این 3 جا با یونسکو علاقه که پیشنهاد شده است و ما منتظر آنیم که میگذرد. در همین حال یک هیئت باستانشناسان از آلمان نیز از مکان‌های تاریخی فرخار بازدید کرد. با گفته مرادوف این باستانشناسان در جریان سفر 10 روزه خود گفتند که احتمالاً زیر خاک منطقه کوهندیار باقی مانده‌های یک شهرک نهفته است، اما زمان آغاز رسمی کاوش‌ها در این منطقه هنوز مشخص نشده است. بعضی از بازیافت‌های تازه الکی در کنج مخصوص آثارخانه فرخار به نمایش گذاشته شدند. در زیر هر اشیا نوشته شده است که آن به میانه‌های هزاره سیوم تا میلاد تعلق دارد. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان نشر نوبتی برنامه. سپاس که ما را همراهی کردید. خبرهای بیشتر چون همیشه میتونید در وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. فرداش ما را منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.